Salam, salam. No, you should say salam here. You wanted to kiss me? سلام سلام سلام. امیدوارم که حالتون خوب باشه. بچه‌ها میخوام یکی از طراحی‌های خفنم رو بهتون آموزش بدم که درخواستش رو خیلی زیاد کرده بودی توی اینستا. اسم موزیک رو براتون مینویسم، دقیقه که رقص شروع میشه رو براتون مینویسم. قبل از هر چیزی یادتون نره که چنلم رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و اگر از این آموزش خوشتون اومد بقیه آموزش‌ها رو هم ببینید. بچه‌ها سطح این رقص مبتدی نیست، متوسط رو به پیشرفته است. پس اگر مبتدی هستید این ویدیو برای شما مناسب نیست. متاسفانه به خاطر قوانین کپی رایت یوتیوب نمیتونم موزیک رو براتون پلی کنم. هر وقت که این آموزش رو یاد گرفتید برید توی اینستا، ویدیو رو براتون این پایین نشون دادم توی این پیج، آیدی اینجاست، ویدیو رو ببینید. برای شروع این رقص 2 مدل بهتون یادش میدم. یکی روی شمارش موزیک بهتون یاد میدم، یکی روی همون متن موزیک که میگه تا 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 مثل نفس کشیدنه. و قبل از اینکه اصلا شروع کنید آموزشو یه عالمه موزیکشو لطفاً گوش بدید که به گوشتون آشنا بشه. خب بچه‌ها این دست راست منه، این دست چپ منه. برای شروع رقص پای راستم رو یه گام میارم جلو، پای چپ رو جفت میکنم، دستا رو میذارم روی پا، خم میشم سر پایین. حالا همزمان که دارم این حرکت رو میزنم یه موجه از پایین به بالا میدم، تپ میام پایین، از نیم رخ میشه بام تپ. این حرکت شماره 1 و 2 و هست. حالا جفتشو با هم میزنم 5 and 6 and 7 and 8 and 1 and 2 and یا 5 6 7 8 تا تا بر اساس ریتم موزیک. بچه‌ها وقتی که دارم گام رو برمیدارم دست راستم از اینجا میاد میره روی پا، انگار که از جیب جلو کشیده میشه به جیب عقب و میاد پایین. Let's go 5 6 7 8 and 1 and 2 and or 5 6 7 8 and تا تا. حالا توی حرکت بعد 2 تا دست رو میارم کنار سر، پای راست رو باز میکنم جهت انگشت و زانوم به سمت راست. حالا پای راستم رو میچرخونم رو به داخل، دست راستم رو از روی سرم از گوش سمت راستم به سمت گوش چپم میکشم میارم پایین. از اول 5 6 7 8 and تا 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 تا. 5 6 7 8 and ta 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 ta. Now with counting, okay? 5 and 6 and 7 and 8 and 1 and 2 and 3 and 4 and 4 یعنی 1 و 2 و 3 و 4. شمارشش اینجوری میشه. آره فقط موزیک رو وسطش پلی نمی‌کنم، امیدوارم که شمارش رو درست بهتون بگم. Let's go 5 6 7 8 and 1 and 2 and 3 and 4. Yes. حالا پای راستم رو جفت میکنم، دستم رو از بالا میارم روی همون گوش راستم میارمش پایین تا تا. Yes. بام تا. تا تا. From the top 5 6 7 8 and ta 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 ta. حالا چرخش دستش رو یه بار دقیق نگاه کنید. دستتون که اینجاست، پای راستم روی انگشت دست رو میارم اینجا، یه چرخش، این کف دستم میاد رو به زمین میره رو به سقف، یعنی از داخل میچرخه میاد پایین. وقتی که میاد پایین چونم رو میدم بالا. اینجا شمارش 6 و یه دور به فارسی بشماریم از اول. من دیگه شمارش رو مجبورم انگلیسی برم که لیسا بتونه متوجه بشه چون همزمان داره تازه رقص یاد میگیره. 6 7 8 و 1 و 2 و 3 و 4 5 و 6 و از اول 5 6 7 8 تا 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 تا. اوکی اینجا پای
پای راستم رو باز میکنم. میتونید زانوشو بدید رو به داخل و بدیدش بیرون. میتونید زانو رو به رو باشه و بدید بیرون. اگه میخواین بیشتر حرکت رو نشون بدید تا قشنگ بچرخوندش. حالا حرکت دستش چیه؟ تا تا تا. آها تا تا. یس. این شماره و 8. And 8. So the count will be like 5, 6, 7, 8, and 1, and 2, and 3, and 4. 5, and 6, and 7, and 8. 5, 6, yeah. 5, 6, 7, 8, and ta, 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 ta. آها. آها. حالا پا رو میذارم زمین، 2 تا دست رو میارم پایین. 2 تا دست رو میکشم بالا. همراه با این حرکت پاشنه پای چپم ضرب میزنه رو به داخل. پس انگار از اینجا شد 5 6 7 و 8 7 and 8 and 8 1 and 2 and 3 and خب بچه ها میشه و 8. اینجا گفتم خم میشیم، دستا رو میکشیم پایین. حالا پاشنه پای چپ رو میارم بالا، انگار که با دستام یه چیز سنگین میکشم بالا. بدنم متمایله به سمت راست. حالا پاشنه پای چپ رو میبرم همون جایی که بود، خم میشم، پاشنه پای راست رو میدم داخل با دست چپ، باز دوباره خم میشم. فقط حرکت دستش رو بریم. 5 6 7 and 8 1 and 2 and 3 and یه بار دیگه فقط حرکت پاش رو بریم. 5 6 7 and 8 1 and 2 and 3 and again both of them together. دوتاش با هم. 5 و 6 و 7 و 8 1 و 2 و 3 و yes. From the top. از اول بریم. 5 and 6 and 7 and 8 and ta 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 ta. حالا همراه با اینکه داری پاشنه پا رو ضرب میزنی، قفسه سینه رو ضرب بزن بیرون. بام 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 بام. تا. بچه‌ها با این حرکت که دارین میزنید سینه ها باید باز بشه، یعنی ضرب بزنه رو به بیرون. چجوری؟ 1 و 2 و تا 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 تا. همیشه واسه این حرکت میگم انگار یکی دستشو مشت کرده گذاشته بین 2 تا استخون کتفت و فشار میده رو به داخل، انگار که قفسه سینه‌ت داره باز میشه. اوکی؟ Let's do it from the top. 5 6 7 8 and 1 and 2 and 3 and 4 5 and 6 and 7 and 8 1 and 2 and 3 and بریم سراغ ادامهش. دست راستم میاد روی گوش راستم و میره به سمت گوش چپم. همراه با این حرکت پای راستم رو میارم توی راستای پای چپ، نگاهم میره به سمت پشت و دست چپم باز میشه. ببین فرض کن من اینوری دارم میرقصم. شد و 8 1 و 2 و 3 و 4 و پس شد دست راستم میاد کنار گوش راستم، همراه با اینکه دستم میاد به سمت گوش چپ، نگاهم میچرخه به سمت چپ و وقتی با این حرکت ها پای راستم رو بیارم توی راستای پای چپ و به نیم رخ بشم، انگار که دارم نگاه پشت میکنم. در عین حال دارم دست چپم رو هم صاف میکنم به این صورت. میشه چجوری؟ 1 و 2 و 3 و 4 و حالا توی 5 و هیچی نداریم، توی 6 و 7 و 8 و حرکت داریم. اینجاییم.
پای راستم رو که آوردم توی راستای پای چپ، یه کوچولو زانومو میدم داخل، یعنی توی شماره 4 و 5 و زانومو میدم داخل. حالا توی 6 و دستم روی دهنمو میکشم به سمت راست. ببین چا 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 چا. حالا توی بعدی سینمو میکشم، توی بعدی انگار که دارم لگنم رو میکشم. با تمام این حرکت دست رو داریم، یعنی 1 و 2 و 3 و 3 و like this. چا چا چا. توی شماره 6 و دستم به این صورت، نگاهم به سمت چپ، دست راستم میاد جلو دهنم، همراه با این که با دستم انگار دارم سرم رو میکشم رو به دوربین، پاشنه پامم میاد رو به داخل، میشه 6 و 6 و. حالا همراه با این حرکت با دست چپم ته انگار ضرب میزنم به پشت، میشه 6 و. حالا توی 7 و دست رو میارم روی سینه، not here دست رو میارم روی سینه 7 و. توی 8 و دست رو میارم روی لگن 8 و. از نیمرخ میشه چی؟ 1 and 2 و 3 و 4 و 5 و max 5 and we have like pause 5 و max 6 و 7 و 8 و like head chest leg head chest leg head chest leg. این حرکت رو موقعی که دارید میزنید، هر کدومو که ضرب میزنید برمیگرده سر جای قبلی، یعنی تا 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 تا. این یکیه بیشتر این پاشنه رو بزنید خودش کافیه. چجوری میشه؟ میشه 5 و 6 6 و 7 و 8 و خب بچه‌ها از اول موزیک تا اینجا بریم. 6 7 8 and 1 and 2 and 3 and 4 5 and 6 and 7 and 8 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and a little bit faster. یه کمی تندتر. بچه ها اگر که به این سرعتش نرسید ویدیو رو بزنید عقب. این آموزش تقسیمش کنید به چند پارت، همش رو یه روز نبینید مثلا، یا همش رو یک جا نبینید. تا اینجا پارت اولش رو نگه دارید، برید روش تمرین کنید، بیاید سراغ ادامه. بچه ها حرکت ها رو که دارید میزنید عضلاتتون رو منقبض کنید، حس کنید دقیقا با کدوم نقطه از بدن دارید میرقصید. فقط شلوول نزنید، قشنگ شونه عقب سینه جلو، دستتو که میکشید قشنگ میخوام اینجاهاتو حس کنید. خب تمام حرکت هایی که دارید میزنید، مخصوصا مثلا اینجا بام بام، نمیخوام شلوول بله، تا تا، محکم تیز و محدوده داشته باشه، یعنی از اینجا میزنید نیاد تا پایین. قشنگ ببین بام بام تا اون جایی که باید باشه بیاد. اینجا دستمو نگاه کنید نمیاد پایین، انگار یه چیزی اینجاست میخوره بهش قطع میشه. اوکی؟ Let's do it from the top. 6 7 8 and 1 and 2 and 3 and 4 5 and 6 and 7 and 8 1 and 2 and 3 and 4 and pause and 6 and 7 and 8 and اوکی بچه ها روی شماره 6 رو رفتیم، الان روی متن موزیک بریم. 5 6 7 8 and cha 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 cha. Yes, exactly. Again, but faster. Okay? از اول ولی تندتر. 5 6 7 8 and cha 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 cha. نمیدونم چجوری این هاشو بخونم. اگر تیکه قبلش رو خوب یاد گرفتید بریم سراغ ادامه. اینجا که هستید
پاها روی پنجه است دیگه، هی داره ضرب میزنه بیرون، درسته؟ پای راستم رو میذارم قشنگ روی زمین راحت. پای چپ رو از پشت سرش میارم توی یه راستا با پای راست. حالا میرم روی پنجه و میچرخم به سمت چپ. Yes. Let's do it. پس شد. این مال حرکت قبله که هی پاشنه رو ضرب میزدم بیرون. پای راست رو میذارم رو زمین، پای چپ رو میذارم پشتش، میچرخم از سمتی که دست چپم رو دارم میبینم به آینه نگاه میکنم. شمارشش چی میشه؟ 7 و 8 و 1 و 2 و 3 و 4. یعنی باز دوباره مثل اول رقصه 1 و 2 و حرکت داره، 3 حرکت نداره و 4 حرکت داره. اوکی؟ پای اول دست راستم انگار ضرب میزنه به یه چیزی پشتش. با پای چپم دست چپم دنبالش میاد. از روبرو اینجوری میشه 1 و 2 و تمام این مدت شونه عقب سینه جلوه میشه چی؟ 1 و 2 و یس. 1 و 2 و حالا توی 3 در حال چرخشیم، توی و 2 تا دستم میاد بالا روی هم دیگه، 4 پرتش میکنم پایین و 4. اوکی؟ خب بچه‌ها یه بار روی شمارشش از اول تا اینجایی که یاد دادم میریم، یه بار روی متن موزیک. 5 و 6 و 7 و 8 و تا 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 سو. آها، حواستون باشه وقتی که میچرخین پای پشتی روی پنجه نگه دارید. اوکی؟ پای پشتی روی پنجه نگه دارید. Now with counting 5 6 7 8 1 و 2 و 3 و 4 5 و 6 و 7 و 8 1 و 2 و 3 و 4 و 5. It's hard for you Persian. Yes? Okay. انگلیسی میشمارم، فارسی سختشه. 5 and 6 and 7 and 8 and 1 and 2 and 3 and 4 5 and 6 and 7 and 8. No, Risa, exactly on 7 and 8 and 8 and 8. Again. And 6 and 7 and 8 and 1 and 2 and 3 and 4 5 and 6 and 7 and 8 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and 1 and 2 and 3 and 4. Yes. اینجا دستام از بالا اومده پایین، پای راستم روی پنجه است، پای چپم رو کل کف پای. وزنم میندازم رو پای چپ، پای راستم همون جوری که خمه میارمش بالا و میچرخم رو به دوربین. یعنی از اینجا بام بام. آها بچه‌ها نگاه کنید. Just watch this. نگاه کنید وقتی که میپرم بام تپ. ببین بام تپ، قشنگ با پا بام تپ بهش شتاب میدم. اوکی؟ So تا تا. حالا میتونی از دستت کمک بگیری برای شتاب دادن به پا. Like بام بام. Like بام بام بام. Here you can do just this or you just can bring it down. It's up to you. شد چی؟ 1 و 2 و 3 و 4 5 و 6 و 7 and 8. توی 7 و 8 و توی و 8 دستا میره بالا، سر میره بالا. توی 8 دست میاد کنار گوش، سرم میاد کنار گوش. What؟ این حال که دارم این حرکت رو میزنم وزنم رو میندازم رو پای راستم. اگه دوست داشته باشی پاشنه پای چپتو میتونی بدی رو به داخل. It will be like 5 6 7 and 8. بچه‌ها صدای ویدیو نمیدونم چرا قطع شده، واسه همین چند ثانیه‌شو مجبورم براتون جداگونه ریکورد بگیرم. تو شماره 8 دستا اومده بود پایین کنار سر. حالا دست راستم از روی گوش راستم میره به سمت گوش چپ، همزمان پاشنه پای راستم رو ضرب میزنم به سمت داخل. پای راست رو برمیگردونم سر جا، این حرکت رو از سمت چپ میزنم. یعنی یه بار پاشنه پای راست میاد داخل، بعد یه بار پاشنه پای چپ. حالا توی 2 تا حرکت بعدی یه حرکتیه که باید از بیگینر بلد باشید، از سطح
حرکت مبتدی باید بلدش باشید و اگه بلد نیستید من بهتون جداگونه الان آموزشش رو میدم، بعد بریم سراغ ادامه. واسه تمرین این حرکت خم بشید یه کوچولو و سعی کنید با سینه هاتون زل‌های یه لوزی رو بکشید. چجوری؟ یعنی اول میره چپ، بعد میره بالا، راست، پایین. شروعش سینمون اون زاویه پایینی لوزیه. میره سمت چپ، میاد بالا، توی بالا سینه باز میشه، انگار که مشتشو گذاشته بین دوتا کتف و داره فشار میده. بعد میاد به سمت راست و میاد پایین. از اول چپ، بالا، راست. حالا این حرکت ها رو به هم دیگه میچسبونم و یه دایره میکشم. میتونم همزمان یه کوچولو خم بشم رو به عقب که این حالت چرخش سینه رو بیشتر بتونم نشون بدم. این اصولا بعد توی دوره‌های مبتدی یاد گرفته باشید. اگر تمرین نکردید قبلا از سمت راست و چپ کلی تمرین کنید. بریم سراغ ادامه و 8. 2 تا حرکت اولشو که بلدی، توی 2 تا حرکت دوم نیاز نیست دیگه پاشنه پا رو ضرب بزنید رو به داخل. فقط چرخش نیم دایره سینه داریم. بچه‌ها انگار از ضلع سمت راست لوزی میره به ضلع سمت چپ و برمیگرده. ببینید یه نیم دایره به سمت چپ و یه نیم دایره به سمت راست، در حالی که دست رو پایین گرفتم. بچه‌ها دستتون رو خوش استایل قشنگ پشت بدن بگیرید. حالا پا رو جفت میکنم، دست رو میذارم رو پا، خم میشم. توی حرکت بعد زانوها رو باز میکنم، میشینم روی زمین و دستم رو از جلو به عقب میکشم. حواستون باشه که وقتی که نشستید بعد زانوهاتون باز بشه. میشه چی؟ دقت کنید وقتی میشینید باز دستتون از جلو به عقب کشیده میشه همزمان و زانوها از همدیگه باز میشه. از اینجا یه بار دیگه آروم آروم بریم. 5 6 7 8 1 and 2 and 3 and 4 jump and 6 and 7 and 8 1 2 chest bum so اگه دوست داشته باشید so حالا so یه کوچولو آخرش تون توضیح دادم واسه همین بیشتر تمرین میکنم. بگیم تمرین 5 6 7 8 and 1 and 2 and 3 and 4 5 and 6 and 7 and 8 1 2 3 4 5 6 oh it's okay. Ta-ta. So now again when you do this so I think it's so fast. میتونی زانوهای باز و بسته هم بکن. ولی فقط دیگه
6, 7, 8, and 1, and 2, and 3, and 4, 5, and down, and 7, and 8, 1, and 2, and 3, and 4, and 5, and 6, 7, 8, and 1, 2, and 4, 5, 6, and 8, 1, 2, 3, 4, and 5. Sit, bum, bum. And yes, so. Yes, good. Thank you so much. Thank you. یادتون نره این ویدیو رو لایک کنید نظرتون بنویسید و چنل رو